سلام و درود با یکایک شما هموطنان عزیز گرامی. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که در برنامه امروزه پیشکش شما می‌گردد. کمک دزدی رئیس شهر کولاب و خاموشی مقامات. کمک مقامات به ساکنان خراسان و شبهه مردم بررسیدن همه کمک اعلان شده به نیازمندان. در برخی منطقه های روسیه کمبودی شدیدی مهاجران کاری احساس می شود. حکومت روسیه می خواهد تغییر سیاست در امور مهاجرت کند. از بودجه تاجیکستان به ساحه تندرستی قریب 100 میلیون سومانی مبلغ جدا شده را حکومت نداده است. تماشابینان عزیز، جوینده یابنده میگویند. کم کم دزدهای کمک‌های بشردوستانه در تاجیکستان افشا شده ایستاده‌اند. کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در جریان یک عملیات فوری سنه 1 ایون فیروز قربانوف یاردمچی رئیس شهر کولاب، بهرام عنایتزاده و راننده شهر کولاب را با اتهام به فروش زدن یاری‌های بشردوستانه‌ای که به این منطقه برای مبارزه با بیماری کرونا ویروس روانه شده بود دستگیر کرد. حالا همدستی خود عنایتزاده در این جنایت ضد بشری ثابت نشده و هیچ مقام رسمی هم در این باره اظهار نظر نکرده است. سامانه اخبار با استناد به منبعش می نویسد بازداشت مقام بلندپایه شهرداری و راننده رئیس شهر در داخل ماشین خدمتی عنایتزاده صورت گرفته است. این دو نماینده رئیس شهر کولاب را با دلیل شیعی، یعنی مبلغ بزرگی که در عوض یاری‌های بشردوستانه طلب داشتند، بازداشت کردند. ما دلیل‌های در دست داریم که بهرام عنایتزاده نه تنها کمک می‌دزدد، بلکه در رشوه‌خواری و غصب اموال غارت صاحبکاران بسیار موفق عمل کرده است. عنایتزاده زمان رئیس شهر استرافشان بودنش با راه غارت و دزدی، رشوه‌ستانی و فروش زمین میلیون ها دلار سرمایه جمع کرده رئیسی شهر کولاب را به مبلغ بزرگ خریده است. ما تصمیم داشتیم بعد جمع آوری دلیل های بیشتر درباره عنایتزاده گپ زنیم، اما بازداشت یاردمچی و راننده اش ما را وادار ساخت تا قسمتی از دلیل های جنایت های بهرام عنایتوف را برایتان بگوییم. زیرا رسانه‌ای نشدن خبر بازداشت یاردمچی و راننده اش از جانب رسانه‌های دولتی و تا حال خاموش بودن مقامات رسمی به این معنی است که عنایتزاده میتواند از جوابگری جنایتی آزاد شود، البته بعد پرداخت مبلغ هنگفت به رهبریت کمیته دولتی امنیتی ملی. حتی رسانه‌ای شدن این خبر از طرف رسانه‌های آزاد نیز نمیتواند به کریر عنایتزاده خاتمه دهد. تجربه نشان می‌دهد که در این گونه پرونده‌ها نفران پایانی مجرم حسابیده شده خود جنایتکار اساسی از جوابگری آزاد بشود. در اکثر حالتها نه تنها علیهش پرونده باز نمی شود، بلکه به منصب بلندتر راه می یابد. به منصب بلندتر. چرا؟ همه به این سوال جواب را می داند. چون که دزدی بالا، دزدی از همه در بالا می ایستادگی نمی خواهد که سرها فاش شوند. برای همین که دزدی پایانی افشا شد، به خاطر دهان او را بستند، بالا می بردارندش و نزدیکتر می برندش. عنایتزاده که از سال 2008 تا سال 2014 چون سردار ریاست سیاست در ساحه معماری و شهرسازی کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سالهای 2014 تا 2017 چون معاون رئیس ولایت ختلان کار کرده است، ماه ایول سال 2017 رئیس شهر استرافشان تعیین می شود. طبیعی است که در تاجیکستان کسی کاردانیش و متخصص بودنش به وظیفه تعیین نمی شود. همه در کشور می دانند که دلخواه منصب در تاجیکستان فروخته می شود.
بنابر سطح بلند زندگی مردم در استرافشان و وجود صاحبکاران موفق زیاده، ریاست این شهر گرانترین در کشور است. کرسیش خیلی گران است. اگر کرسی رئیسی ناحیه های سطح میانه حدودی 200-300 هزار دلار ارزش داشته باشد، کرسی شهرداری استرافشان 1 میلیون دلار قیمت دارد. اما طبق معلومات ما به عنایت زاده کرسی شهرداری استرافشان به عوض 900 هزار دلار رسیده است، یعنی با تخفیف سکتکه شدگی. هرچند رئیسان قبلی استرافشان هم صاحبکاران را با بهانه کمک به این آن مرکه و مکتب و بیمارستان ها غارت میکردند، عنایت زاده همه آنها را به یک نول زد. عنایت زاده برای قبول صاحبکاران و حل کردن مسئله های آنها وقت معین جدا کرده بود، شبانه بعد ساعت 22. طبق گفته صاحبکاران عنایت زاده نه تنها صاحبکارانی را که به کدام حجت یا امضای رئیس محتاج شده اند در این وقت قبول میکرد، بلکه گاه صاحبکارانی را که از دادن کمک برای آبادانی سرکشی میکردند یا همت کمتر نشان میدادند به رزبار دعوت میکرد. برای آبادانی محله انشاءات از صدها صاحبکار مبلغ جمع میکرد، سپس صاحبکاری بزرگتری را سفارش میداد که آن آبادانی را از حساب خودش انجام دهد. در صورت راضی نشدن صاحبکار جزاهای سنگین او را انتظار بودند. برای مثال حاجی دلیر یک صاحبکار، این صاحبکار را مجبور میکنند که تیریزه های قلعه مغ را به عهده گیرد. وقتی صاحبکار سرکشی میکند، چایخانه اش را که روبروی مکتبی به نام عینی قرار داشته و پامیر نام دارد، با بهانه وسیع کردن راه قسم زیادی حولیش را غصب میکند. باید گفت در استرافشان مردم همدیگر را بیشتر با نام و لقب میشناسند و صدا میکنند و پیدا کردن نام همه نفرانی که اینجا ذکر میشوند وقت میخواست. بنابراین ما هم آنها را همان طور نام میبریم که منبع‌ها ذکر کردند. در تحقیقات آینده نام و نسب آنهایی را که عنایتوف غارت کرده است، فریب داده است، رشوه ستانیده است، به تفصیل برای تماشابینان گرامی معلومات خواهیم داد. حالا وقتی ما کوتاه بود، برای همین از کسانی که نامشان به لقب به ما آمده رسیده است عذر میپرسیم و درباره برنامه امروزه به شما معلومات میدیم. صاحبکار دیگر حاجی صالح که در شهر نفت مگنت مینامند، این صاحبکار را مجبور میکند تا اسفالت راه قلعه مغ را به پررگی به عهده گیرد، وگرنه مهمانخانه‌اش را که نزد قلعه است به فایده دولت میگذراند. حاجی صالح مجبور میشود بیشتر از مهمانخانه برای اسفالت پوش کردن راه مصرف کند، در حالی که عنایتوف از دهها صاحبکار دیگر برای اسفالت پوش کردن راه قلعه صدها هزار دلار مبلغ ستانیده بود. مثالهای زیاده از غارت صاحبکاران می شود زد، ولی برای طول نکشیدن برنامه با همین اکتفا میکنیم. امیدواریم این جنایتکار به جوابگری کشیده شود و خودی صاحبکاران جبر دیده علیهش بیانات دهند. عنایتوف نه تنها کمک میستاند، بلکه همچنین خصلت قرض گرفتن و برنگردانیدن قرضها را داشت. برای مثال عنایتوف از آتبک بازار آهن به مبلغ کلان محصولات گرفته تا حال قرضدار است. بازار آهنی استرافشان. از جمشید نام آهن فروش نیز ارماتور گرفته تا حال پولش را نداده است. اینچنین از تاجران بازار چوب و خصوص تاجران محله های روغنگران و سری مزار، از جمله از فرزندان استا امان سری مزاری 10,000 دلار قرضدار می باشد. از مرمر فروشان و سیمنت فروشان از جمله از نبیره حاجی
مختار محله خطیبان که نبیره‌هایش با لقب حاجیچه‌های سیمنچی مشهورند قرض گرفته و برنگردانیده است. رئیس سابق استرافشان همچنین از شرف خشت زواد و دیگر مالکان خشت زوادهای شهر $10,000 قرضدار است. اینایتوف همچنین با فریبکاری هم مبلغ به دست می آورد. از جمله به پدری حاجی فیض‌الله نام صاحب کار که آن زمان در زندان به سر می برد وعده می دهد که پسرش را نوابسته از اینکه با ماده 307 زندان شده است آزاد می کند و از او قسماً قرض و قسماً پاره می گیرد. سال 2018 راننده اینایتوف جیانخان غایبوف ملقب به جانیک با اتهام از صاحبکاران و رئیسان کارخانه ها جمع آوردن $10,000 سامانی با بهانه برای آبادانی شهر بازداشت شده بود. جانیک در حکومت استرافشان رسما همچون راننده کار میکرد ولی خود را دست راست رئیس دستگاه حکومت شهر وانمود کرده از صاحبکاران و راهبران کارخانه ها با بهانه برای آبادانی شهر $10,000 سامانی طلب میکرده است. شهرداری استرافشان ادعا کرده بود که این جانیک با مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر استرافشان یگان رابطه نداشته راننده مقامات بودن او اساس واقعی ندارد. ولی اینجا سامانه اخبار یک سوال منطقی گذاشته است. اگر این جانیک رسما در حکومت شهر کار نمی کرد و با مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر استرافشان یگان رابطه نداشت پس چگونه توانسته است از صاحبکاران و رئیسان کارخانه ها گویا برای آبادانی شهر استرافشان $10,000 سامانی جمع کند؟ مگر رئیسان کارخانه ها و شرکت ها به هر آدمی قدی کوچه برآورده 15, 20 و حتی 70 و 80 هزار سامانی می دهند؟ به این سوال که جواب می گوید؟ البته بازداشت جانیک دیر دوام نکرد. پشتیبانهایش بعد کمی خاموش شدن جنجال او را از بازداشت رها کردند و با وجود دهها شکایت و مراجعت از نام صاحبکاران و رئیسان کارخانه های استرافشان پرونده اش به جای نرسید. اینایتوف بعد استرافشان شهرداری کولاب را به مبلغ $600,000 خرید و حالا به غارت صاحبکاران این شهر مشغول است. طبق اطلاع منبع پیام اینایتوف قصد داشت ریاست ولایت ختلان را به دست گیرد ولی پشتیبانهایش نتوانستند سر وقت مبلغ را به بالا رسانند. حالا هم از این هدفش دست نکشیده است و برای عملی کردن آن کوشش دارد. پلغون داشته ایستاده است. امکان زیاد وجود دارد که بهرام اینایتوف و حتی 2 نماینده اش این دفعه هم از آب خشک میبرایند. برای فشار آوردن بالای مقامات و اجازه ندادن به اینکه جنایتکار مثل این دزد تواند باز به دزدی‌هایش ادامه دهد، ما از تمام آنهایی که از دست اینایتوف جبر دیده اند خواهش میکنیم دلیل و رقم‌های در دست داشته‌شان درباره جنایت‌های اینایتوف را به ما ارسال کنند. خاطررسان میکنیم که ما برای همه جنایتکاران کرسی نشین پرونده آماده میکنیم و شما میتوانید هر سند و دلیل درباره جنایت‌های منصبداران در دست دارید به ما فرستید تا ملت از جنایت‌ها آگاه شود. بعضی ها میپرسند با این کارتان مقصد شما چی است؟ مقصد ما اصلاح جامعه، دیگر هیچ چیز. نه مقام خواهیم و نه منصب خواه. برای هر یک بیماری تشخیص لازم است. اول دکتر بیماری را انیق میکند، بعد درمان و دارو تعیین میکند. حالا ما میخواهیم بیماری های جامعه را انیق کنیم. بیماری جامعه ما همین فسادکارانند. به منصب نه به خاطر خدمت به مردم بلکه برای مکیدن خون مردم می آیند. نه دل دارند نه آدمگری. این وحشی ها هم تو گفتی امام علی رحمان از آسمان نمی چکند. اینها را وابسته به هنر دزدیشان کاستینگ می کنند. انا به کسی منصب داده می شود که
هرچی بیشتر برای خریدن کرسی پاره پیشنهاد کند و از خود هنر دزدی و غارت نشان بدهد. اگر کسی به این دعوا هست که در یگان کنج تاجیکستان نه تنها رئیس ولایت ناحیه حتی رئیس جماعت باشد و دزد متهم نیست، دلیل‌هایش را به ما گسیلاند. تماشابینان عزیز، اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را همکارم صفیه واحدова به شما گزارش می‌دهد. با 67 ساکین ناحیه خراسان که بر اثر آمدن سیل روز 14 می سال روان منزل‌های زیستشان خراب شده بودند، 8 ساتیقی زمین داده شد. مراد جان محیدینов، سردار بخش کار با جامعه ریاستی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گраждани در ولایت ختلان در صحبت به نشریه فرج گفته که زمین‌های داده شده به عائله‌های از حادثه طبیعی ضرر دیده از مکان سیل راه دور می‌باشند. گفته شد که حالا این عائله‌ها در خیمه‌های موقتی زندگی دارند. فرج می‌نویسد کمک‌های خوراکواری و داروواری و لوازماتی 3700 دانه بامپوش، 750 کوب تخته، 78 تن ارماتوره و 180 تن سمنت فرستاده شد. اطلاع داده شد که در مجموع 33 ماشین پربار کمک غذایی، محصولات ساختمانی و لوازمات طبی از نام امام علی رحمان برای ضرردیدگان آفت طبیعی و طبیبان و بیماران ناحیه خراسان دسترس شده است. 16 تن کارتوشکا، 16 تن پیاز، 16 تن سبزی، 13 تن آرد، 9 تن برنج، اینچنین 4 تنه روغن، ماکارون، 3 تنه مرجمک، یارمای جو و دیگر انواع محصولات غذایی جمع 84 تن، 42 تن برای خانواده‌های آسیب دیده و 42 تن برای طبیبان و بیماران پیش بینی شده است. گفتنی است عائله‌های از حادثه طبیعی ضرر دیده خراسان بعد حادثه به کوچه ریخته راه ماشینگرد را بسته گفتند که مقامات از آنها خبر نگرفته است و کسی از حال آنها نمی‌پرسد. حالا باشد مقامات به تمام وجود کوشش می‌کنند دیگر حالت واقعی ضرر دیدگان از چشم رسانه‌ها دور ماند. این بود که سنه 3 می روزنامه‌نگار آزیا پلوس عبدالله غربتی را نگذاشتند تا به خیمه آنها رفته از حالشان پرسد. در صد 150 متر تا به خیمه عائله‌های از سیل ضرر دیده چند نفر غربتی را داشته لط و کوب می‌کنند. اکثر کاربران در شبکه‌های اجتماعی گفتند که لط و کوب غربتی کاری دست خودی مقامات است، ولی امروز رسانه‌ای شد که مجرمان یافت و جریمه بندی شدند. در همین حال با کمک‌های به ضرر دیدگان از سیل در خراسان داده مقامات اکثریت شبهه می‌کنند. در آخر مرکز تحلیلی اسا معلوم کرد که 140 ماشین‌هایی که همچون حامل کمک بشردوستانه رئیس جمهور به سوخت رفتند بار نداشته بلکه خالی بودند. مسئله تغییر سیاست در امور مهاجرت را وزارت مهنت و وزارت کارهای داخلی روسیه به بررسی گرفتند. آنتون کاتیاکوف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی روسیه گفت در برخی منطقه‌های کشور علاقه کمبودی شدید مهاجران احساس می شود. کاتیاکوف اظهار داشت وضع در امور مهاجران وابسته به منطقه‌های روسیه گوناگون می باشد. امروزها در قسمی از منطقه‌ها علاقه نارسایی شدید مهاجران برای دست یافتن به هدف‌های گذاشته‌امان احساس می شود. وزیر مهنت روسیه تاکید کرده است که فعلا یکجا با وزارت کارهای داخلی این کشور تغییرات در امور مهاجرت را بررسی دارند. در آینده نزدیک پیشنهادات مشخص را ارائه خواهند کرد. قبلا اگنتی اطلاعاتی نووستی با تکیه به وزارت کارهای داخلی روسیه از احتمال عفو سرتاسری مهاجران در قلمرو این کشور خبر داده بود. با اطلاع منبع در مرحله پاندمی تا 12 میلیون شهروند خارجی در روسیه قرار داشتند که از این تنها 2.5 میلیون نفر رسما به قید گرفته شدند. وزارت کارهای داخلی روسیه اطلاع داده گفته بود پیشنهاد شد که در روسیه عفو سرتاسری اعلان کرده شود تا مهاجرانی که غیر رسمی یا نیمه رسمی در روسیه قرار دارند حضورشان را قانونی کنند. همین طریق ثبت عمومی دولتی عملی کرده شود. منبع تاکید کرده بود که فعلا این مسئله در حال بررسی قرار دارد. اقتصادشناس تاجیک پیشنهاد کرد که باید تاجیکستان سیاست مالی مستقل را در دستور کار قرار دهد و از وابستگی به صندوق بین المللی پول رهایی یابد.
حاجی محمد عمرов کارمند پژوهشگاه اقتصادی وابسته به اکادمیای علوم تاجیکستان ضمن یک صحبتش گفت باید میزان فایز بازپرداخت قرضهای بانکی در کشور بالا برده شود و جهت رهایی از وابستگی به صندوق بین المللی پول چاره‌ها اندیشیده شود. زیرا سیاست صندوق بین المللی پول این است که کشورهای نظیر تاجیکستان رشد نکنند. عمرов معتقد است که یکی از عامل‌های عمده حفظ میزان بالای فایز بازپرداخت قرضهای بانکی در تاجیکستان با وجود انتقادهای مقرر رئیس جمهوری کشور توصیه‌های صندوق بین المللی پول میباشد که می‌خواهد نظام مالی تاجیکستان را تحت سلطه اقتصادی خویش قرار دارد. با گفته عمرов صندوق بین المللی پول به تاجیکستان همچون یک کشوری فقیر نگاه می‌کند، اما با سیاست مستقل مالی می‌شود این طرز تفکر را از بین برد. این کارشناسی اقتصادی افزوده است برای کاهش وابستگی نظام بانکی تاجیکستان به صندوق بین المللی پول ضرورت دارد که تاجیکستان فایز بازپرداخت قرض‌های به مشتریان می‌داده‌اش را کاهش دهد. با گفته عمرов همچنین اختصاص قرض‌های کم بهره با مدت زمانی بیشتر برای بازپرداخت می‌تواند جلب بیشتری مشتریان و نظام بانکی تاجیکستان را فراهم کند و سطح اعتماد به بانک بالا رود. از بودجه تاجیکستان به ساحه تندرستی قریب 100 میلیون سومانی کمتر مبلغ جدا شد. با جای 440 میلیون و 700 هزار سومانی پیش بینی شده، این ساحه از بودجه 344 میلیون سومانی مبلغ گرفته است. ساحه تندرستی تاجیکستان در 3 ماهه اول سال جاری از بودجه 344 میلیون سومانی مبلغ گرفت که 78.1% از حجم پیش بینی شده را تشکیل می‌دهد. در این باره در حسابات وزارت مالیه معلومات داده شد. گفته می شود مطابق بودجه تصدیق شده به این ساحه جدا گردیدن 440 میلیون و 700 هزار سومانی مبلغ پیش بینی گردیده بود. از جمله مبلغ گذاری بودجتی به بیمارخانه ها به جای 73 میلیون و 100 هزار سومانی پیش بینی شده در حجم 46 میلیون و 600 هزار سومانی یعنی 36.2% کمتر، مرکزهای سلامتی در مانگاه‌ها به جای 13 میلیون و 500 هزار سومانی پیش بینی شده در حجم 7 میلیون و 100 هزار سومانی عملی شده است. برای حفظ سالمی اهالی، مرکزهای خون، به‌ضررگردانی پروفیلاکتیکی، امکونی، مرکزهای سانیتری اپیدمیولوژی و غیره به جای 18 میلیون و 200 هزار سومانی 9 میلیون و 900 هزار سومانی مبلغ روانه گردیده است که از حجم نقشوی قریب 46% کمتر می باشد. با دیگر فعالیت‌ها در بخش تندرستی، اداره‌کنی و نظارت، تحقیقات و غیره با جای 28 میلیون و 200 هزار سومانی در بودجه پیش بینی شده 13 میلیون و 900 هزار سومانی 50.7% کمتر از نقشه مبلغ جدا شده است و خلاص. موافق بودجه دولتی برای سال 2020 که ماه نوامبر سال گذشته تصدیق شد، امسال به بخش تندرستی جدا گردیدن بیش از 1 میلیارد و 841 میلیون سومانی مبلغ به نقشه گرفته شده است که 6.9% از حجم عمومی خراجات بودجتی را تشکیل می‌دهد. قیچی شدن بودجه به ساحه تندرستی جدا شده در حالی است که عین حال این ساحه با ویروس کشنده کووید 19 مبارزه می‌برد. در تمام جهان امروزها به خاطر مبارزه با کرونا ویروس بودجه را بازبینی کرده و جز بودجه جدا شده علاوه مبلغ بیشتر جدا کرده ایستادند. در تاجیکستان باشد نوابسته از آن که ساحه تندرستی در مبارزه با وبا از نارسایی مبلغ می‌نالد، حکومت 50% بودجه جدا شده را به وزارت تندرستی نداده است. این بود تحلیل ما و شرح خبرها تا این دم. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net لطفاً پیگیری کنید. تماس با ما توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام با رقم 49 15 16 46 15 247. خودتان و نزدیکانتان را از سرایت کرونا ویروس احتیاط کنید. در پناه الله بمانید. خیر، با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net